باورم نمیشه. بعد اینکه فیلم این دختر توی اینستاگرام دیدم، این دختر تونسته میلیونر بشه با این شطرنج ها، به خودم گفتم نه بابا الکیه. پس رفتم توی گوگل سرچش کردم. ورژن ایرانیش که خیلی ساده تره الان داره میلیونی فروخته میشه. تصمیم گرفتم برم از چت جی پی تی بپرسم. پس ازش پرسیدم و متوجه شدم که یکی از گرونترینا 10 میلیون دلار. عکس اون رو نتونستم پیدا کنم، ولی اون یکیش که 4 میلیون دلار بود رو پیدا کرد. بذار واسه تخمین هم چقدر میشه. 320 میلیارد تومان فقط برای یه دونه شطرنج. باورم نمیشه. رفتم کلی دربارش خوندم، اینکه این کی بوده، چطوری اینا رو به دست آورده و حتی پیجش رو دنبال کردم و کلی از فیلماشو دیدم. اگه دوست داری بدونی این کیه که داره هر شطرنج رو 4 میلیون دلار میفروشه، سابسکرایب یادت نره. برو توی کانال اون ویدیو مخصوص بهش رو ببین. شطرنج 4 میلیون دلار.